نه دیگه بانک صادرات دیگه. سلام رفقا، امروز اومدیم یه جایی که هم قدیمیه هم نیست. یعنی یه بازار که نه اونقدر قدیمیه که فکر کنی از دوران صفویه مونده، نه اونقدر مدرن که حس پاساژهای امروزی رو بده. خلاصه که یه ترکیب جالب از قدیم و امروزه. با من تا آخر ویدیو همراه باش. اینجا از اون بازاره که اگه بیای بعید دست خالی بری، یعنی حتی اگر هیچی هم نخوای بخری و یه دور زدنی یا یه فضاشو ببینی، یه خاطره ساختی و کلی خرید کردی. مثلا این مغازه ها رو ببین، بعضیاشون نسل به نسل چرخیدن، فروشنده هاشون یه عالمه داستان دارن. ازشون وقتی بپرسی از همون قدیما برات تعریف میکنن. جدا از شوخی، بازار قدیمی لار یکی از قدیمی ترین بازارهای ایرانه که هنوزم زنده است. قدیما وقتی اینترنت و اینستاگرام نبود، مردم همینجا جمع میشدن، خبر داغ و رد و بدل میکردن، معامله میکردن، از همه مهمتر چونه میزدن. راستی شما چه جوری هستین؟ وقتی میخوای خرید کنین چونه میزنین یا قیمتش هر چی باشه همونو انجام میدین؟ چون اینجا اگه بلد باشی چونه بزنی و یه جنس رو نصف قیمت میتونی بخری، ولی اگه بلد نباشی امان از روزگار. بوی خوبی میده که نگو، آدم دوست داره فقط بخوره. جان کاکا ماهیه تا حالا شده جای بری که سر قیمت تا مرز جنگ جهانی سوم پیش بری؟ تو این بازار چونه زدن یکی از این هنراست. اگه واردی و یه جنس رو میتونی نصف قیمت بخری، ولی اگه تازه کاری خب دیگه مشخصه فروشنده یه لبخند بهت میزنه و 2 برابر بهت میفروشه. حالا تو کامنت ها به هم بگو بازم بیای بازار لار چونه میزنی یا هر چی باشه همونو پرداخت میکنی. حالا بریم یه چرخ بزنیم و ببینیم چی پیدا میشه تو این بازار قدیمی زیبای لار. از وسایل نوستالژیک گرفته تا چیزایی که شاید هیچ جا نبینی و ندیده باشی. خلاصه که یه بازار پر از سورپرایز. تا آخر ویدیو حتما با من باش و نظر رو برام کامنت کن. خلاصه که این بازار یه جور پلی بین گذشته و حاله، یه جایی که میتونی توش بگردی و خرید کنی و چونه بزنی، با آدمای قدیمی و جدید حرف بزنی و کلی خاطره درست کنی. خلاصه یه حس و حال متفاوت رو تجربه کنی. پس اگه یه روز گذرت این طرف افتاد و یادت نره حتما از این بازار سر بزنی و کلی خاطره شیرین باز خودت درست کنی. مطمئن باش که ضرر نمی‌کنی و کلی بهت خوش میگذره. حاجی ماهی ها چجوری استفاده میکنن؟ این ماهیه یک دونه سس ماهیه فقط خودشون میدونن اینو برای چیه، به ما نمیتونن توضیح بدن. نه نه یه سس ماهیه دیگه.
دوستان عزیزم سلام. شهریار شمالی هستم. برم یکم شهرانی راستی اگه تا اینجای ویدیو رو دیدی یعنی این بازار برات جالبه، پس کافیه سابسکرایب کنی و از این بازارگردی‌های باحال بیشتر ببینی. تازه یه زنگوله هم بزن که ویدیوهای بعدی رو از دست ندی. چقدر تنوع داره. الان میام. تو اول رو این چجوریه؟ تنباکوه؟ بله؟ مایی سرش نگاه کن. نه نارگیل نیست، هسته داره توش. این چی آجی؟ بنه؟ پسته پسته یکی نیست بنه هم گرمیش کنم پسته کی نیست شبیه چیزی بود